سفرات و براخات و گفتیم پاشای عقب نوشته به عطا اسرائیل، گفتیم عطا اسرائیل چی هشم از تو طلب میکنه که مگه که از خدا بترسید. که البته گمان پرسه مگه که پرسی یعنی که خدا پرسی ترس از هشم داشته باشن. میگه چیز خیلی کوچیکه. گمان میگه میدونی چقدر مشکله که واقعا خدا ترس به کمال باشه، چون واقعا همین کاش باید درست باشه. هشم در مد نظر بذاره کلاهبرداری کردن تا به خاطر چه خاطر هشم مد نظر نمیذاره، به خاطر این کارا میکنه. اگر داشته باشه خیلی از گناه آدم نمیکنه. و همونجور که میدونی که یکی از ربایا گفتش خاص که فوت بکنن، گفتن براخام بکنه، گفت همونجور که از بنده میترسید از خدا بترسید. اگه یه پلیسی باشه رانندگی مواظبید که دفعه تون نرید. اگه یه دوربین نگاهتون میکنه مکشور میکنه که مثلا کار خلاف انجام ندید. اگه با اون حساب بکنید مثل که یه دوربینید تمام زندگیتون بالای سرتون هستش. That's what it is. Anyway مشاور میگه از خدا بترسید. نمبر 2 در به خود درخواف، یعنی کمک به دیگران بکنید. نمبر 3 خدا رو دوست داشته باشید. دعوت تشمیه که به خود لباف خواهد کشم کنه به تفیلا خوندن. میگه چه عبادی هستن که با نیت قلبی تفیلا. شماره 5 میسوا نگرده سی تفیلین شبات. پس شبات اینا میشه شماره چند؟ شماره 5. پس بعد چه میکنه؟ خدا تأثیر شب چی میکنه؟ اگه خدا تأثیر باشه همه اینا رو باید بله. خدا میترسه. بله. همه اینا کامل میکنه. نه خب حالا میرسیم. یه آدم ممکنه هشم از ترس بکنه، میگه هشم بعد حبش هم داشته باشه. حب هشم بوده که هشم واقعا دوستش داره. میگه که باید از از خدا بترسید. منظورش چیه؟ که آدم رو اون غریزه که شخصی که به هر کسی داده شده، هر کسی غریزه مثلا میگم نفس امار، اون غریزه یه سراره که به هر کسی داده شده مخصوص رو اون آدم خودش کار بکنه. غریزه مثلا چی میتونه باشه؟ ممکن در مورد غذا باشه. اون غذا که میگه آقا خودش گم میکنه. یکی از به خاطر کابوده، یکی از که حسوده، یکی از که وراجه. تو هر کسی پول پول خداشون هستن. بله. میاره که در مورد زنه، یعنی کسی که حاضر که اصلا تمام مرامش بذاره کنار به خاطر که به هدفه برسه. اصلا تا میخواد میلیونر بشه، پس بنابراین منطقی که من پولم در بیارم رفاقت مردونگی بخره شب. پس این میشه مثل چیزشه. پس هاشم میگه از خدا بترس و اون مأموریتی که داری به کمال رعایت بکنیم. هگاون رویلا میفرماد که اومده که هشم به آدمای به کسایی که واقعا رعایت کردن به کمال تو که من 310 تا علامات میدن. 310 تا ریورد میدن، پاداش میدن. میگه فکر میکنید چقدرش به آدم میدن به خاطر ای که رو غریزه شخصیش، یعنی کسی غریزه خودش داره کار بکنه، چقدر به آدم میدن به خاطر کمک به دیگران، چقدر کمک میدن به خاطر که شبات نگه داشته باشه. میگه ایشون عقیده‌اش اینه که 300 تا فقط به خاطر که آدم رو غریزه شخصی خودش کار بکنه، با اصرارش بجنگه تا آخر، که تا آخر عمرش باش نزاع داره. و گفتیم که یه نفر بوده که دکترها جوابش کردن چند ساعت دیگه بیشتر نمونده. بعد این طرف پسرش به این نفر اونجا بود، فکر میگه که آقا این الان چی فکر میکنه آخرین لحظه؟ بهش گفتن آقا چند ساعت دیگه شما دیگه آخر خطی. فکر چی آدم میکنه؟ دفعه خودش طرف بلند میشه بهش میگه یا آقای روون، میگه بله فکر کنید برای خاک سپاری ما چند نفر بیان. بله پس بنابراین یعنی حتی آخرین لحظه اون فکر کاوت میکنه. در طرف آوردش که یساش کاوت آره سفر شده. که آخرین چند نفر خاک سپاری من میان. سایسی که تا آخرین لحظه فکرات تشویق کنیم، فردا چند یه ساعت دیگه دفترچه میکنه ملخ معاون میاد، چه میدونم دادگاهیتون میکنه، فکر نمیکنه فکر چند نفر میان ملخ میاد. آره چه میکنه. پس بنابراین خیلی مهمه که آدم چیکار کنه روی غریزه غریزه خودش مخصوص خودش داره. یه سوالایی که من دارم شما ندارید، سوالی که شما دارید من ندارم. هر کسی که بالاخره توی موردی در نقطه سوال چی آدم نقطه ضعف آدم تو چیزی که مثلا اگر بهش ندن بهش نرسه ناراحت میشه. یکی ممکن میخواد میگم کاوت باشه، مثلا اگر پول براش مهمه،
اگر پول دست نیاد به نوعت عرض کردم خاطرش کوشا هست و مرامش میذاره کنار، میشه اون یه سرارش میشه عوادزارش. اوکی، با عزت میریم سر حلاخا. بله، میفرماد که اگه آدم قبل تفیلا میخواد غذا بخوره، به خاطر یه دوایی بخوره، اشکالی نداره. شوخا میگه که اخره مشن لرفوار متبع دوا اشکال نداره که آدم هستی که لازم بخوره. بحثی که صحبت میکنه که میگه بعض خزانه هستن مثل که تخم مرغ خام یه دفعه چیز میکنه میخورن میخواد که صداشون صاف بشه. آیا میشه جزء رفوع حساب میشه؟ نمیشه. اوکی، وعد یوسف میگه میشه. رابین صاحبشا مخمیره توی مورده فرخواستن آگاه باشید. ولی هر چیزی که آدم مثلا میگه گفته باید رفوع باشه دیگه مزه داره، بعد مزه نیست، شکره بله، بعد مزه نیستش. اوکی، بعد چیزی که صحبت میکنن در مورد که مثلا موقعی که میگن مثلا یه چیزی برای رفوع میخوره که لازم که حتما دکتر تجویز کرده باشه. حتی مثل که ما که مثلا چی هست مثلا گلوم گرفته مثلا میگن چه آب چیز بخوریم، میگن که با عسل اینا بخوریم. حتی چیزی که مثلا چیزی که چی میگن عامیانه دوایی که هستن اونا هم که مثلا میگن که میگن آدم بخوره، او هم اشکالی نداره به خاطر که چیز کنه آدم قبل تفیلا بخوره. موضوع بعد که صحبت میکنه شوها میگه اگه این نفر کسایی هستن که واقعا گرسنه تشنه هستن میتونن غذا بخورن چون که بعد فکرش تر بشه. بیسیک روی این خبر اومده ایجوری کرد. خبر چکار میکنن؟ معمولا ساعت 10 صبح تا تفیلا برای خوابشون ساعت 1 میگه که ما هر روز صبح ساعت 8 صبح غذا میخوریم. یه دفعه تا ساعت 1 میگه ما نمیکشیم. بعد به خاطر اینا میان که چه صدف روی حرفه میان که به اصطلاح ما اگر بخوایم صبر بکنیم تا ساعت 1 میفهمید چی میگم، میگه که چیز میشیم که کلمه گوشه ایمان نداره. صدف اینا میان کیک و اینا میخورن قبل از تفیلا روز شفاعت. بله، بعد چی راسته با این مخالفه که آدم دیر بخونه. عقلش اینه که شب خواهد وقت فلان بگذره، عقلش اینه که آدم بهتره که شخریتو بخونه حتی یخیدی و قیدوش بگید و بعدا چکار کنید، بعد برید کنیسا بارا خود جواب بدید. قادش نه قادش جواب باید چیز بکنید، جواب قدیش بدید. اول میگه چنین کیسایی که مثلا شما یه جای هستید که یه فرق می‌کنه شباتون یه جایی خبر اونجا دیر میخونم، میگه که اگر واقعا نمیکشه شما مناخنامی دیر میخوند بهتره که همون اقل شخص دادن بخونه براتون قیدوش بگه و چیز دادن بخوره تغییری بکنه تا بعداً چیز کنه. بعد این نکنه.